ریشی سوناک 42 ساله فرزند مهاجران از هندوستان در انتخابات رهبر نو حزب محافظه‌کار یا کنسرواتورهای بریتانیا کبیر غالب آمد و به این ترتیب به نمایندگی از این حزب به مقام سروزیر این یکی از کشورهای پیشرفته دنیا میرسد. ریشی سوناک نخستین فرزند مهاجران از آسیا است که سروزیر بریتانیا کبیر می شود. از این قبل صادق خان فرزند مهاجران از پاکستان به مقام شهرداری لندن پایتخت بریتانیا کبیر رسیده بود و سال 2016 اینک 60 سال باز در این مقام کار میکند. این حالت که اصل و ریشه سروزیر بریتانیا از هندوستان اصلی شهردار پایتختش از پاکستان است برخی را به این آرزوها برده است که شاید یگان روز در روسیه نیز فرزندان مهاجران تاجیک به چنین مقام‌های بلند برسند. ریشی سوناک که سال 2020 وزیر مالیه بریتانیا بود 2 ماه پیش نیز برای مقام رهبری حزبی و مقام سروزیری وارد مبارزه شده بود ولی از لیز تراس شکست خورد. اما برنامه کار لیز تراس و حتی به همیزبانش خوش نآمد و او همگی بعد 44 روز کار از مقام سروزیری و رهبری حزب استعفا داد. در انتخابات جدید سروزیر سابق بوریس جانسون و سپس آخرین رقیب سوناک پنی موردانت نامزدی خود را پس کشیدند و این سیاستمدار جوان هندو اصل توانست بدون مشکل رأی اکثر وکیلان را به دست آورده هم رهبر حزب و هم مقام سروزیر بریتانیا کبیر را به دست خود بگیرد. نیک ارتلی خبرنگار سیاسی BBC میگوید ریشی سوناک در یک مرحله بحرانی رهبری کشور را به دست میگیرد و همه منتظرند که آیا او چه برنامه ضد بحرانی را به جامعه ارائه خواهد کرد. در این رابطه از آن یادآوری میکنند که سال 2020 ریشی سوناک محض در روزهای اول پاندمی به مقام وزیر مالیه آمده بود و با تصویب برنامه عبارت از 350 میلیارد پوند استرلینگ کمک به مردم و تجارت برای مقابله با اثرات پاندمی شهرت زیاد کسب کرده بود. ریشی سوناک سال 1980 در شهر بندری ساوثهمپتون در جنوب انگلیس به دنیا آمده در لندن و یورکشیر زندگی میکند. ریشی سوناک گفته است که در صورت رسیدنش به سروزیری پشتیبانی از اوکراین را ادامه خواهد داد. پرزیدنت زلنسکی مردم جسور اوکراین شک نداشته باشد بریتانیا کبیر اتفاقچی از همه قوی شما باقی خواهد ماند گفته بود سوناک. اما با اینکه خودش فرزند مهاجران است ریشی سوناک طرفدار آن است که مرزهای بریتانیا کبیر در برابر ورود موجهای نو مهاجران باید بیشتر نظارت کرده شوند.